الو. الو سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خوب هستید اینجا هستی اکا؟ درست شکر. های مبارک شو انتخابات خیلی بود جناب پیش رفت. هم یک چی پرسیدنی بودم اکا سلمان. نه میگفتی سعودی که ما همین خدمت کردیم خدمت همین گروه 24 چی خدمت کردیم در روی مردم که این قفس تر از دوره هم تو دوست کرد چیکار کردیش مو چیکار کردیستی؟ اول مرا بگو که خودت مکتب میونه خونده هستی یا که مکتب عالی؟ سوال را جواب ده. آخه برای سوال جواب دادن من باید از خودت فهمیش تا بفهمم بچه فهمیش خودت من قدید بحث کنم. مکتب عالی خونده یا مکتب میونه؟ که خطا همجا دیونه داشتی که ما خدمت داریم. اول سوال جواب ده من برات بگم که ما چی خدمت کردیم. سوال جواب ده. تو مکتب خونده باشی در سوال نیست، در سوال جواب نه مکتب خونده باشی. قبل از اون که طرف خطی بحث میکنی باید به اندازه همو بحث بکنی. شاید من یک نقطه های میگم که عقل خودت نگیره گویی که افسانه عقل داره. برای همون سوال مرا جواب میدی یا که نه؟ بله تو افسانه عقل داره. انا برای من بگو که خودت یعنی که خودت مکتب عالی خونده یا که تا صرف 9 و 10 11 مکتب میونه خونده چیکار کرده است؟ سلمان تو مردکش سوال جواب ده. چی گریخته است رنگم زنکو؟ چی خدمت کردی؟ بزرگترین خدمتی که امروز یک حرکت سیاسی برای مردم کرده است بزرگترین خدمتش در جنایت های رحمانوف دست نداشتن. این خدمتی بزرگترین از نه همه میتونه را کرده. میفهمی؟ خیلی حرکت سیاسی. امروز ما در تمام جنایت های رحمانوف شریک نیستیم. قانونی که برای پیش‌روبروار ما رد کردیم. مرزهای کشور را فروغ ما گفتیمش. تجاوز به زنها خیانت کرد ما حرف زدیم. انتخابات هایی که غیر قانونی آواز گرفتن ما حرف زدیم. این خدمت نیست؟ اكو انتخابات غیر قانونی میگه ای 32 دولت ای او بی سی که شما شیسته همجا جلب کردی همو را قبول کردم دت شمایی که هیچ که قبول تو نداره چه شما را بفهمیم ما شما او بی سی ده خسته برو اومده کروگراسوتش نه مردم پس زده همو او بی سی اومد همو انتخابات در اشتراک کرد. خب بیا برای من منطقم بگو. اینم منطقم بیا او بی سی پا بی سی ده کنار بگذار. بیست گوش کن همین انتخابات گذشته که گذشت آیا خودت امیر میگی که واقعا قانونی بود؟ ما قانونی انتخاب کردیم. 1,200,000 امضایی که برای لختکا دادن کجا شد؟ در کجا دادن این 1,200,000 پیش از اون که آخه دیدی من برای میگم که اول خودت برای من بگو چند فهمیش داری من برات بگم آخه تو آخه عقل نداری خیرت نداری نمیدونی که یک نفر یک حزب برای راحت به مبارزه سیاسی گرفتن پرزیدنتی باید 5% آواز مردم بگیره. یعنی این برمیاد به 250,000 امضا. اما 250,000 امضای حزب اگرایی کجا شد؟ هم کم تک گوشتین که کشمون گاو همین رنگی زنه که هم قصد آخه شما ابله‌ها و احمق‌ها و بناموسا شما منطق و عقل خرد ندارین. من برای تو میگم که ای سگ ای حیوان آخه وقتی که شما دعوا از او کردین که در دالان‌های پارلمانتون گفتین یک نفر یک حزب میتونه با 250,000 امضا وارد رقابت شوه شما 4 تا لختک 250,000 امضا زیادتر جمع کردین از 1,000,000 زیاد امضا جمع کردین در انتخابات آمدن قریب 300-400 هزار نفر گویا که برای او رای داد باقی مانده رای مردم کجا شد؟ باور که همین در دروغ کو پنوب شده. برای شما دروغ است. برای که شما عقل ندارین فهمیش ندارین. برای شما رحمان و فهم پدرتونه هم مادرتونه هم داخل رخت خوابتونه. تو عقل و فهمیش داشته باشی نه شما چی با پدر و مادرتون فریدی گریختی رفتی؟ دیدت نسوزه خواهی اگام شب برم مهمانی آخه پیشش پیش خواهرت میرم مخبیم اگر دیدت بزوزم برم تو چی کار داری؟ این همین شما چقدر نامردین؟ نه من یگان بار در همین بحث صبر کن من یگان بار در بحث از پدری تو از مادری تو از زنی تو از خواهری تو من میگم در همین بحث همین چیزا من در زبانو میارم نمیارم. مردک جوان مرد شوین شما مردک شوین شما به خونه یک از چی کار دارین؟ من حتی به رحمانوف به عائله او کار نمیگیرم به عائله یتیموف کار نمیگیرم به زنها و دختراشون کار نمیگیرم. برای نشانه مردی نیست. این مردک شده چونین نیست که شما بیاین با داخل خانه یک نفر کار بگیرین زنی تو خواهری تو اپای تو ای بس شرم از مردک شوین.
анаму падару модар апайтам нангу номус те вақте ай нангу номус дифо мени анаму ай нангу номус ту е беномус این همی تو از رحمانوف دیفا داری ای رحمانوف دیفا میکنی درست؟ ای خدم ای ملت مای از ملت آماده ای که آشکار از همین ملت دیفا کنی آماده ای؟ همین ملت نیست آشکارم بیا مرحمت که صفحه فیسبوک تا بگو من ولید برای تماس میگیرم تو صفحه فیسبوک من چیکار میکنی؟ وی آقا تو آماده نیستی از این ملت این شماره گوشی تا شماره گوشی خدی من با ویدیو زنگ میزنم جواب میتی؟ سلمان با واتساپ توسط ویدیو زنگ میزنم جواب میتی؟ گوش کن من با واتساپ توسط ویدیو جواب میتی؟ سلمان تو اینا من ویدیو ما گریان کردم ویدیو تا گریان که الو ویدیو تا گریان که و تو ویدیو مرا چیکار میکنی؟ تو میدونی که اوکی شما کو شما از انا همون شما از انا همون طریقی که در پایان پاتون تر و نم است از همون میترسین باوری داره که روزی میشه این ملت سربلند میشه روزی میشه شما در نزد این ملت تیکه تیکه میشین جواب میتین از همون میترسین وگرنه روی شما برین جوانانی وطن دوست سیاه است که من از وطنم دفاع میکنم اما چرا بس تیکه و صورت خود دفاع نمیکنی نه تو ای وطن دفاع نمیکنی ای نو خود دفاع میکنی اوخه من از نفسم دفاع میکنم تو از وطن دعوا داری برای چی آشکار مبارزه نمیبری تو من میدونم کارشم شما میسپوری آدم را دکی میسپورین دکی همین آدم اوخیه دکی میسپورین تو از امنیت رحمانوف دفاع داری واقعا عقلی تو را بین من آدم دکی میسپورم تو با بچه‌ای که فیسبوک در سپورت در روسیه صدها نفر اوخه تو در فیسبوک تو نمره تاجیکستان خودی ای تاجیکستان اومد زنگ زده استی تو فیسبوک چیکار داری میسپوری شما بوزه شما همین وظیفتون همین بچه یوشوشه آقای تو اینمی عقل داری من برات میگم که آخه تو را چی با فیسبوک روسیه چی تو در تاجیکستانی تو که از رحمانوف دفاع داری کمیته امنیت مالی رحمانوف وزارت داخلی مالی رحمانوف سود و پروکرور آغوش رحمانوف تو از چی میترسی ما از ملتم دفاع اوخه مرحمت آشکار از من دروغ میگم من فریب میکنم مر مثال از همین دروغ مرا آشکار میتونی گفته آشکار چی بگم تو مرحمت این همین در پیش این همین قریب 5000 نفر ما و شما را نگاه داره 5000 نفر آماده است که در پیش همین 5000 نفر با ویدیو تماس بگید دروغ های ما را آشکار بکنی آماده ای؟ ما در خیلی کاروش تو کو این شیطانی تو ما در نمیدونم ای میرینین استغفرالله ما نمیرینیم ما انشاءالله شما حیوان صفتا کو شما نداره قدرتی آشکار مبارزه بردن شما به همین گپ ولدرس میکنی ما کو آشکارم ما کو در و پروی دوربین با هم بحث میکنم شما از چی ترس دارین شما از چی میترسین زنک صفتا زنک صفت تو به اندازه یک زن مهاجر قدرت توانایی نداری میفهمی به اندازه یک زن یک اون همون یک مرد که اون همون در روسیه هست اون همون یک مخنث که از همون آشکار از همون چیزی خود دفاع میکنه از شما مرد شده از مردانگی دان از ناموس دفاع کرده نمیتونی میفهمید میفهمی؟ تو مردک شده از مردید از ملتت از وطن دفاع کردن نمیتونی اون همون ساشا مسکوا از همون به همون احوالش از خود دفاع میکنه تو به اندازه همون ساشا مسکوا دفاع کردن نمیتونی ما ترا بومیم که رنگی میستش ما مخنث نیستیم شما به اندازه تلخکف هستین کو با خدا قسم به اندازه تلخکف هستین حتی شجاعت که یک مبارز در داخل زندان داره شما از رحمانوف دفاع میکنین لیکن چنین همون شجاعت ندارین سلمانی گپو دروغه بس اینم گپا دروغ است تو آماده ای که از ملتت آشکار دفاع کنی ما همین خیلی دفاع کردیم این خیلی دفاع کردن نمیشه دروغ ای چیز و با همین کاری تو راسته من آخه بگذار کاری من دروغ باشه تو آماده هستی آشکار مرا بگو تو دروغ میگی آماده ای اوخه دو گفتیست هم تایم بس سایت هم خوده میری اوخه تو نمیشناسن تو زن هستی یا مرد هستی تو نمیدونم جنسی چی هستی یعنی که چی هستی اصلا مردم نمیدونه تو زیری سطر پنهان هستی مرد شجاعتی مرد هم هست که آشکار مبارزه این بر تو آماده هستی
اتخ در زنه که بطری بود چیکو میکنی؟ نه آماده هستی آشکار مبارزه بری کجا خاموش میکنی؟ برای چی خاموش میکنی؟ ای بچه از چی میترسی؟ از چی؟ از چی؟ از من؟ از فیسبوک کدوم فیسبوک؟ بیجا فیسبوک چی دخل داره؟ آخه تو که حکومتی رحمانوف طرفداری میکنی روسیه هم که دیگر معلوم است که با کی بازی میکنه از چی تو ترس داری شما بزرگترین شما فیسبوک جو تو که نمرات تاجیکستان نمرات معلوم است تو کی هستی چی هستی از چی ترس داری ترس شما از همه است که از همه حکومتی که دفاع میکنی روش سیاه است روزی میشوه که به خاک یک سال میشوه این ملت پیروز میشوه این ملت صاحب داره تاجیکستان مالی هر یک جوانی واقعی وطن است شما از همه چیز ترس دارین شما غیرت و شجاعت همو را ندارین با همون خاطر دفاع کردن نمیتونین